السلام و رحمت الله و برکاته. و اما در رابطه با مقدار زکات فطر و همچنین از تن چه کسی داده می شود و برای چه کسی داده می شود، بارک الله فیکم. چون که حدیث بیان کرده شد که بر روایت عبدالله بن عمر است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم زکات فطر را فرض قرار دادند. یک صاعی از خرما، یک صاع به اندازه 4 مود است که تقریبا از 2 کیلو بیشتر است، که من باب احتیاط 2.5 کیلو. و از تن چه کسی داده می شود؟ از تن خود و هر کسی که در زیر تحت امون نفر هستند. اصلا اونها داده می شود، چه خور باشه و چه بزرگ، چه مرد و چه زن، چه آزاد و چه غیر آزاد، فرقی نمی کند. و برای چه کسی داده می شود؟ برای همو اهلش، برای کسانی که مستحقش هستند، که همو فقرا و مساکین هستند. چون که در حدیث ذکر می شود که طعمت المساکین، یک طعامی است برای مساکین. از همین خاطر است که شیخ حسین تیمی رحمه الله و ابن قیم رحمه الله امین از انتخاب کرده هستند که این فقط تنها برای فقرا و مساکین داده می شود. و اما جمهور علما بین نظر هستند که همو اصنافی که زکات مال بر اونها داده می شود که 8 قسم هستند، 8 صنف هستند، زکات فطر برای من هم دادن جایز است. بارک الله فیکم.